بسم الله الرحمن الرحیم. رسول مطلبی هستم، مدیر عامل شرکت پلیساز. ما تولید کننده کامبان‌های مهندسی و گرانول‌های بازیافتی هستیم. بخش عمده کار ما روی پلیمرهای PP، ABS، پلی‌آمید، پلی‌کربنات و هایپک باشه. در واقع ما در دو بخش کار می‌کنیم. یکی کامبان‌های مهندسی، یکی هم گرانول‌های بازیافتی. که اینا همه بسته به سفارش مشتری، یعنی مشتری ما داریم که حالا نمونه ارسال میکنه یا آنالیز خودش رو ارسال میکنه و ما بر اساس اون آنالیز و ترکیباتی که داره محصول مطابق با محصول سفارش مشتری رو در واقع تولید میکنیم و کنترل میکنیم که از اون محدود خارج نشه. یه مشکل بزرگی که تو صنایع هستش این که محصولات بازیافتی ثبات نداره. کاری که شرکت پلیساز انجام داده اومده بخش آزمایشگاه، بخش QC رو قوی دنبال کرده، یعنی محصول از ابتدا که وارد کارخونه میشه کاملا ممیزی میشه، محصول کاملا کنترل میشه. مواد اولیه که وارد میشه یه سری CP داره، اگه طبق اون CP باشه محصول وارد کارخونه میشه و بعد وارد تولید میشه و بعد از اینکه تولید هم انجام میشه تو مرحله محصول نهایی ما بازم خودش CP داره که از اون CP هم نباید خارج بشه و این میشه خودش روال ثبات کیفیت ما که مشتری ما همیشه از بابت اینکه کیفیت ما ثابت هستش خوشحالن. امروز قراره با مجموعه‌ای صحبت بکنیم که مواد پلیمری بازیافتی تولید می‌کنیم که قیمت بسیار مناسب‌تری دارن. صحبت می‌کنم با جناب آقای رسول مطلبی که ایشون مدیر عامل شرکت پلیساز هستن و تولید کننده مواد پلیمری بازیافتی. ما اومدیم چیکار کردیم؟ این مواد بازیافتی رو در ابتدا خالص‌سازی خیلی درستی انجام دادیم که سعی کردیم مواد رو بر اساس خصوصیاتشون تفکیک کنیم. مثلا مواد در واقع PP که پلی پروپیلن هستش، ABS هست، پلی‌آمید هست، پلی اتیلن هست، اینا رو کاملا تفکیک کردیم و خالص سازی انجام دادیم. علت اینم که در واقع بتونیم ثبات کیفیت به این مواد بدیم، چون اینا قراره جزء مواد اولیه محسوب بشن بیان تو چرخه تولید. و نکته بعدی که قرار میگیره این که ما بر اساس سفارشی که از مشتری میگیریم به این مواد در واقع خصوصیت خاصی بهش میدیم که از لحاظ حالا قابلیت ضربه، استحکام و اینکه بتونه در واقع در ردیف مواد نو قرار بگیره بهش ادیتیوها و افزودنی خاص خودش رو میزنیم. ما در واقع میتونیم از هدر رفت انرژی تو صنایع پتروشیمی جلوگیری کنیم و یک تولید بیش از اندازه‌ای که پلاستیک امروز داره دنیا رو فرا میگیره میتونیم در واقع جلوگیری کنیم و بیایم سمت حالا صنایع بازیافتی که بتونیم کمک کنیم حداقل به محیط زیست. ما الان در حال حاضر روی کشورهای چین، ترکیه و عراق صادرات داریم. حالا بخش داخلی هم که در واقع فروش داخلی هم داریم. بیشتر مواد ما گرانول‌های مختلف داره، رنگ‌های مختلف داره، سفید داره، مشکی داره، رنگ‌های مختلف داره که همه اینا بسته به سفارش مشتریه. هر میزان مقداری که مشتری بخواد ما بهش نمونه میدیم، تست میکنه و اگر احیانا مورد تاییدش قرار گرفت طبق همون در واقع محصول رو تولید میکنیم. پیشنهاد میکنم که از ما نمونه ببرید، هر میزانی که بخواید، حالا چه 1 کیلو، چه 2 کیلو، چه 100 کیلو، هر چقدر که بخواید ما نمونه در اختیارتون میذاریم، شما تست میکنید و طبق همون نمونه ما به شما محصول رو در واقع ارائه میدیم. مطمئن باشید که با تستایی که ما انجام میدیم و گزارشاتی که برای شما میفرستیم همیشه محصول با ثباتی رو از ما میگیریم. اگه احیانا این محصول به
غیر از این بود این محصول برای ما و میتونه عدت داده بشه و پولتون رو برمیگرده.